خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود. گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی، آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود. دولت از مرغ همایون طلب و سایه او، زانکه با زاغ و زنن شهپر دولت نبود. گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن، شیخ ما گفت که در صوم همت نبود. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه، هر کی را نیست ادب لایق صحبت نبود.